درس خوندنم که شانس داشت امیر، همیشه هیچ درسی نمیخوند برای همیشه نمره خوب میگرفت. من همیشه درس میخوندم نمرهام همیشه لب مرز بوده. خیلی دل ظریفی داره، یعنی مثلا شاید شما تو خیابون بهش بگی انقدر به من بده من فلان کارو میخوام بکنم، شاید اصلا نادیده بگیره بره، ولی یه ساعت بعدش برمیگرده همونو اصلاح میکنه، میگه این بالاخره دهن باز کرده واسه ما دیگه، بذار کارشو راه بندازیم. اینجوری نیست که از روی همه چی رد بشه. حتما صداقت داشته باشین، حتما توی کارتون کیفیت رو در نظر بگیرین، داشته باشین، بخشنده باشین. امروز این جیب من 5000 تومنیه، تا من این 5000 تومنی رو از جیبم بر ندارم خرج نکنم به جاش 50,000 نمیره. حتما به این فکر نکنید که اینو خرج کردی چی میخواد بشه. روزی رسان هست همیشه، هر زمان خالی کنید تا به جاش چیزای خوب و پربرکتی پر بشه و بتونید به همه کمک‌های زیادی هم داشته باشید. بخشنده باشید و مهربان. سال 85 ما با این شریکمون رفتیم چهاردونگه، شهرک صنعتی چهاردونگه، یه سوله اجاره کردیم 450 متر بود، 300 متر سوله داشت. اونجا شروع کردیم و بعد یکی اومد بین ما رو به هم زد. تا سال 87 خیلی خوب کار کردیم. من چند تا ملک خریدم. اینم بگم ملک خیلی خوبه بابا، ملک خیلی خوبه. یعنی اون ملک ها یه دفعه مثلا شدن چند برابر چه جوری. خلاصه سال 87 اومدیم از آقای شریکم جدا شدیم. سال 87 همه چی رو من دادم. خب من از صفر شروع کردم، انگار بازم صفر. یعنی هیچی به حال من تغییری نمی کرد که مثلا من مجدد از صفر میخوام شروع کنم. انرژی گرفتم. یعنی اونجا من یه شکست بزرگی خوردم که اون شکسته باعث شد تنها شدم. درآمدی که تقسیم بر دو میشد، من رفتم سال 87 یه سوله 300 متری گرفتم. گفتم چون اولشه زیاد هزینه و اینا زیاد نشه. 87 من سوله رو که گرفتم، شریکم یه ذره بدقولی میکرد، یه خورده سخت شده تا برم. یه گفتیم جدا بشیم بهتره. جدا شدیم و من سوله رو گرفتم و تا عرض 3 ماه توی چهاردونگه 20 نفیس بزرگترین کارخونه چهاردونگه رو بعد از 3 ماه من اجاره کردم. تمام مشتریایی که اونجا بود همشون برگشتن اومدن پیش خودم و کارم رونق گرفت.